4 گناه است که نابود کننده است. انسان را در همین دنیا نابود میکنه. اگر یکی از این 4 گناه را انجام دادی، الله متعال در همین دنیا تو را مجازات میکند، با آخرت نمیگذارد. پس کوشش کن که از این 4 گناه دور باشی. این 4 گناه چیست؟ اول، حق مردم. متوجه حق مردم باش. متوجه مال مردم، آبروی مردم، شرف مردم، عزت مردم. اگر به اینها تجاوز کردی، در همین دنیا الله متعال تو را مجازات میکند. دوم، مسخره کردن. کسی را مسخره نکن. اگر همسنفی تو هست، همکار تو هست، ساده تر هست، او را مسخره نکن که برای خودت برمیگردد. الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. ای کسانی که ایمان آوردید، هیچ قومی دیگر